سلام بچه ها، چطوری؟ من بهنوشم. به نوشیلند خیلی خوش اومدیم. قراره که کلی ریاکت بریم، فیلم های جذاب و باحال ببینیم. پس بریم با من همراه بشیم. بریم. نوشته با کلی بدبختی بچه هامو که از قایق میتستن سوار کردن. شانس ما رو ببین آخرش چی شد. ببین چیه. یعنی دیگه این بچه ها تا آخر عمرشون از ماهی، از قایق، از دریا آب میترسن. وای تو فاز قشنگ دیدین؟ من که چیزی ندیدم. وای وای الان که مسته. وقتی مستی از سرش بپره ویدیوها رو ببینه میفهمه چی کار کرده. قطعا اون آدم سابق نخواهد شد. باریکلا. مربی تئاترمون قبلا دستش تومور داشته. تومور مغزی؟ نمیدونم، اونشو نگفت. حسین کجاست؟ رفت واسه ماشینش هم بگیره. تولدشه؟ نه اسکل، مگه ماشینم تولد میگیره؟ بخاریش خرابه، فکر کنم به جای اون میخواد استفاده کنه. راستی گفتم شیما رو دیدم. خب. داشت تو اگزوز ماشینش فوت میکرد. وا چرا؟ خیلی اسکله به خدا. چرخهای ماشینش پنچر شده بود، داشت تو اگزوز فوت میکرد که باد شه. گفتم اسکل، پنجره راننده بازه، همه فوتا میره بیرون. تو که از اونم اسکل تری بابا. وا چرا؟ اگزوز به چرخ وصله، نه به اتاق ماشین. جدی من دیدم پسر دانشگاه دارن میخندن، فکر کردم به اون میخندن، نگو به من میخندیدن. ولش کن بابا. راستی آیفونم رجیستری شده. ایول بیا بریم رجیستری کنیم. تو که آیفون نداری. یه دونه 6 دارم. باشه بریم. من برم کمک مامانم خونه مرتب کنم، شب مهمون داریم. وا مگه خدمتکارتون نمیاد؟ حالت خوبه؟ خدمتکارمون کجا بود؟ سارا تویی؟ وا آره، پس کیه؟ فکر کردم فریبایی. مریم تو واقعا رد دادی دیگه. مریم کیه؟ من مائدم. ببین انقدر تو حاشیه بودن که حتی نمیدونستم طرف مقابلشون که با مزه بود. ولی یک چیزی رو قبول دارم، دخترها تاریز جزئیات اتفاقایی که براشون افتاده رو بر هم تعریف میکنن، ولی پسرا نه. خیلی خلاصه همه چیز تموم میشه در عرض 1 دقیقه. دخترها شب تا صبح، صبح تا شب با هم حرف بزنن تموم نمیشه، تا رنگ شورت همدیگه هم میدونن. کاش این ویدیو رو 10 سال پیش میدیدم که این همه سال باشه که من بزرگ زندگی نکنم. میخوام یه حرکت بهتون بگم تو طول ماه حداقل 8 کیلو وزنتون کم بشه. آی
وای 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 وای. آخ اصلا نمیدونم بخندم بدم بیاد گریه کنم. روانی مگه مرض دارن این صاحباشون؟ من نمیدونم به خدا. والله باز بخور فرما ورا هاتو ابشر دی بوز هر از اول بخوره مثل از میره دی بو چی استری اسکلش کردم. دی کاکا دی بابا کا خیلی جدی ادامه هم میده ها در این حد اسکل. Keep that smile, girl. One. ای آیه تر و تمیزی بود. همه چی شده هوش مصنوعی ها. 60 کیلو شکم خلبانی. چرا وزن وزن کردی به دستگاه؟ ها؟ ببین داداش من خیلی از بدنسازی سررشته ندارم ولی به میله دستگاه اگه شما وزن اضافه کنی طبق علم فیزیک اتفاق خاصی نمیفته. الان عضله درگیر این میله دستگاهه. چه جدی داره دنگی که ازت فیلم میگیرم نتونستی بهت بگه بفرد داداش داری به میله وزن میذاری رو خودت که نمیذاری. دوست عزیزمون همه توضیحاتو گفت. آیا میدونستن یا نمیدونستن؟ عجیب نیست؟ عجیبه. دیالوگی داشت که آقا مجید شما ترقی میکنی. آره میشه بگی اونو تموم کنی؟ دیگه این بچه ها باید بگن. یا آرش بذار پسرم پس رو بیا بلدی میگفت آقا مجید شما ترقی میکنی؟ که میگفت میگو بخوری نه میگفت آقا مجید شما ترقی میکنی. همینه. آقا مجید شما اگه میگو بخوری نه فقط همینه میگفت عزیزم. میگفت آقا مجید شما ترقی میکنی. آقا مجید شما ترقی میکنین دا ترقی چطوری ندارد که اونش با من آهی داری اومدم. نوشیلندیا شما ترقی میکنین دا اگه لایک کنین دا. بچه واقعا قصه های مجید فوق‌العاده بود. آقای کیومرث پوراحمد روحت شاد واقعا. سلام میشه با هم آشنا بشیم؟ سلام عکستون میشه ببینم؟ عکس فرستاده سوار الاغ زده بالای من هستن. من چی بگم؟ سوار الاغ عکسشو فرستاده میگه بالای منم. باریکلا. واقعا رقص سما خیلی خوشگله. ولی اینکه با آتیش چجوری آتیش دورش بود؟ بچه ها AI بودا. دیدیم قابلمه یهو تبدیل به موش شد. Thank you. هر کی دیدین گوشاش بزرگه یعنی وقتی بچه بوده مامانش با گوشاش بهش غذا میداده. بعد دوست داشتی سورپرایز کنه. Oh my gosh. جالب نبود؟ آخه الهی بگردم. طبق فسیلایی که پیدا کردن انسانای نخستین این شکلی بودن. یعنی اولین انسانی که درست شده شکلی بودن. بعد خدا چجور به این گفته فتبارک الله الاحسن الخالقین. ای تو نیروش بیچاره شیطان حق داشت به این سجده نکرد. رو چی بود؟ چگونه به موقع از سمزدستی استفاده کنی؟
یاد گرفتین که میدون حالا کی باید ترمز دستی رو بکشی؟ زمانی که همه چیز تموم میشه. Oh, no. خدایی؟ عاشق این دوربین مخفیام. این دوربین مخفیا خیلی باحالن. خداییش ترسناک نبود. مثلا خودتون رو تو موقعیت قرار بدین، خیلی ترسناکه دیگه. یهویی مثلا ببینی طرف کله‌شو کندن انداختن تو بغلت. خب بچه‌ها، ویدیوی امروز هم همینجا در نوشیلند به پایان رسید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم. لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و اون زنگوله رو هم بکوبید که هر وقت ویدیو گذاشتم سری بیاید ببینید. دوستتون دارم.